سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. امروز خواستم قصه از لقمان حکیم را به شما پیشکش کنم. پسری لقمان حکیم به دوستان نامطلوب آشنا شد. لقمان حکیم مثل هر یک پدر از تشریف زودی آنها ناراحت می شد. روز از روزها پسرش را به نزدش خوانده گفت: پسرم، دوست داشتن خوب است، اما خطا نکنم رفتار دوستان حاضره شما خوب نیستند. آنها می توانند به شما تأثیر بد رسانند. و پسر لقمان حکیم در جواب گفت: پدر جان، شما به من تربیت قوی داده اید. مصلحت شما همیشه در گوشم است. رفتار بدی دوستانم به من تأثیر نمی کند. خواطر نشوید. در همین حال لقمان حکیم پسرش را برای کمک به باغداری دعوت کرد. دید که پسرش همه سیبها را به سبدها علاهیده به مقدار کم باشد هم سیبهای کرم خورده را به سبد علاهیده می اندازد. نظارتش را ادامه داده به پسرش امر داد که همه سیبها را در یک سبد جای دهد. بعد از چند روز پدر و پسر به نزد سیبها آمده دیدند که همه سیبها را کرم فرا گرفته است. پسر لقمان حکیم به او اعتراض کرده گفت: پدر، شما به من امر دادید که سیبها را یک جای چینم و همه سیبها را برای یک دو سیب کرم خورده به کرمها خوراندیم. پدرش تبسم کرده گفت: ببین پسر جانم، گرچنده که سیبهای سالم از سیبهای کرم خورده زیادتر بودند، باقی مانده را خراب کردند. چگونه شما می توانید با دوستان نامطلوب خود در مدت دراز در یک جا بمانید و با دل سالم با آنها همراه باشید؟ دوستان عزیز، از این داستان درس عبرت برای ماست. به دوستان اطراف فرزندانمان به نهایت با دقت باشیم. ببینیم که آنها با چه کسانی دوستی می کنند و با همراهی که شین و خیز دارند و معامله آنها با چه کسانی است. اگر آنها با شخصانی با تقوا باشند، با شخصانی با ایمان باشند، با شخصانی با آداب باشند، انشاءالله تأثیر خوبی از آنها می گیرند. اگر آنها با شخصانی بیراهگرد باشند، با شخصانی دزد باشند، بدانید که ضرر آنها به فرزندانمان می رسد. پس در تربیت فرزند بی اهمیتی نکنیم. دوستی بد خیلی تأثیر زیاد دارد. تأثیر دوستان بد حتی بر ایمان شخص ضرر دارد. خداوند از زبان شخصانی که با سبب دوستان بدشان به دوزخ افتادند چنین میگوید: وای بر من، کاش فلان را دوست نمی گرفتم. سوره فرقان آیت 28. دوستان عزیز، این شخصان الکی به سبب دوستی بد به آتش افتیدند و این سخن را گفتند. ما باید از این آیت درس بگیریم و ببینیم که فرزندان خود با کی دوستی میکنند تا از جمله این شخصان نگردند، از جمله این شخصانی که در دوزخ افتادند و گفتند که وای بر من، کاش فلان را دوست نمی گرفتم. پس در این مسئله خیلی ما باید اهمیت جدی بدهیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.